با اینکه در حال حاضر اکثر کشورهای جهان برای بیشتر کردن حق و حقوق شهروندی زنان با هم مسابقه گذاشتن، به طوری که در خیلی جاها بیشتر از مردها هم برای اونا حق قائل میشن، اما یه سری از کشورها هم هستن که همچنان سیاست مرد سالاری رو در پیش گرفتن، تا حدی که خیلی از اونا برای حیوونا حق بیشتری قائلن تا زنها و دخترها. اگه میخوایم با چند تا از این کشورها که به حیوونا بیشتر از زنها ارزش قائل میشن آشنا بشید، با داناوید همراه باشید. درود بر همه شما عزیزان. در بین کشورهای جهان اولین کشور که بدترین جا برای زنها و دخترهاست کشور افغانستانه. افغانستان مدت‌ها گرفتار درگیری و بی‌ثباتی بوده و معمولاً جزو بدترین کشورها برای زنها به حساب میاد. اما این کشور با روی کار آمدن طالبان وضعیتش بدتر هم شد، به طوری که در سال 2023 رکورد جدیدی از خودش به جا گذاشت. اونا تو این سال بر اساس گزارش جهانی بدترین کشور جهان از لحاظ حقوق زنها تبدیل شدن. در حال حاضر تو این کشور دخترها از تحصیل در دبیرستان و زنها از تحصیل در دانشگاه محروم هستند. همچنین اونا از ورود به پارک‌های تفریحی، حمام‌های عمومی، باشگاه‌های ورزشی و استخدام شدن در ادارات دولتی و غیر دولتی منع شدن. اونا حتی به آرایشگاه زنونه نمیتونن برن، چون زدن آرایشگاه تو این کشور جرمه. در افغانستان آمار تجاوز هم بالاست. در سال 2023 حداقل 2500 گزارش تجاوز ثبت شده که اکثر قربانی‌ها دختران جوانی هستند که میانگین سنی اونا تقریباً 12 ساله. مردها در این کشور تقریباً هر کاری که دلشون بخواد میتونن با همسراشون انجام بدن، حتی اونا رو بکشن و محاکمه هم نشن. کشور دوم عربستانه. در سال 2015 و قبل از روی کار آمدن محمد بن سلمان، این کشور یک جهنم تمام عیار برای زنها بود. اونا نمیتونستن رأی بدن و یا رانندگی کنن، نمیتونستن شغل داشته باشن و حتما باید با سخت گیرانه ترین نوع حجاب ها بیرون می اومدن. اما از این سال به بعد محمد بن سلمان قانون حجاب رو برداشت و اولین سینما رو تأسیس کرد و به اولین زن در طول تاریخ این کشور گواهینامه اعطا کرد و حتی اجازه برگزاری جشن‌های عجیب و غریبی رو با خواننده‌های غربی داد که در اونها مشروبات الکلی و قمار هم وجود داشت. اما با وجود این باز هم شرایط سخت همچنان برای زنان تو این کشور وجود داره. مثلا خیلی از زنانی که برای گرفتن گواهینامه کمپین درست کرده بودن و به حبس‌های بالای 40 سال محکوم شده بودن آزاد نشدن و همچنان در زندان موندن. و یا همین الانش اگه زنها در جایی مشغول به کار بشن حق اعتراض به کارفرما رو ندارن. اگه اعتراض کنن کارفرما این حق رو داره که حتی زن رو بکشه. طبق گزارش ها در سال 2016 یک زن پس از اعتراض به شرایط سخت کاریش کارفرما با اون درگیر میشه و اونو زنده دفن میکنه. قانون اون کارفرما رو مجازات نکرد. سومین کشور کره شمالیه. زندگی در کره شمالی هم برای مردها و هم برای زنها اصلاً جای مناسبی نیست. مردم این کشور در زندگی روزمرهشون به شدت محدودن. همه باید از رهبر کره شمالی حمایت کنن. در انتخابات همه باید شرکت کنن و همه هم باید به اون رأی بدن. انتخاب مدل موی افراد توسط دولت تعیین میشه. انتخاب ادیان ابراهیمی مثل یهودیت و مسیحیت جرم محسوب میشه و مجازاتش اعدامه. استفاده از اینترنت برای همه ممنوعه و از همه بدتر اگه کسی مجرم باشه جدای از خودش تمام اعضای خانواده‌اش رو هم مجازات میکنن. شرایط زندگی در کره شمالی برای زنها بدتر هم هست. مثلا گفته شده که رهبر کره شمالی یکی از بزرگترین حرمسراهای دنیا رو در اختیار داره، به طوری که هر سال ماموران حکومتی به مدرسه‌های دخترونه میریزن و تعداد زیادی از دخترهای خوشگل رو برای حرمسرای رهبر کره شمالی با خودشون میبرن تا تحت تجاوز قرار بگیرن. یا به هیچ زنی در جایگاه دولتی یا بالای حکومت اجازه کار کردن و استخدام نمیدن و زنها حتما باید در شغل‌های دست چندم و بی‌ارزش مشغول بشن.
چهارم پاکستانه که زندگی زنها در این کشورها طاقت فرساست. در پاکستان 107 میلیون نفر زن زندگی میکنن که همین تعداد بالا باعث شده که دولت نتونه برابری جنسیتی رو حاکم کنه. آمار رسمی میگه که هر ساعت 2 زن در این کشور مورد تجاوز قرار میگیرن و دردناکتر از اون اینه که هیچ قانون سفت و سختی برای محکوم کردن شخص متجاوز وجود نداره. یعنی مردها با خیال راحت هر زنی رو که دلشون بخواد و بدون ذره‌ای ترس از قانون مورد تجاوز قرار میدن. در پاکستان هیچ زنی حق مالکیت هیچ جنسی رو نداره. از طرفی فرصت‌های شغلی اونا به شدت محدوده و حتی اگه اونا بتونن جایی استخدام بشن و یا کار کنن، دستمزدشون خیلی خیلی کمتر از مردی هست که همون شغل رو داره و دقیقاً همون کار رو داره انجام میده. پنجم سومالیه. در سومالی تقریبا میشه گفت که زنها کاملا به حال خودشون رها شدن. در این کشور هیچ قانونی برای حمایت از زنها وجود نداره، به طوری که توی یک آمار تکان دهنده گفته شده که 90% زنهای بین 15 تا 19 سال به یک شکلی تحت تجاوز مردها قرار گرفتن که همین موضوع باعث شده که اونا بعد از ازدواج نتونن زندگی پایداری با شوهرانشون داشته باشن. ششم عراقه. عراق هم یکی از بدترین کشورها برای زنهاست. شاخص برابری جنسیتی توی این کشور وحشتناکه. گفته شده که فقط 14% زنها توی این کشور مشغول به کار هستن. از طرفی هیچ زنی توی این کشور سمت وزارت و پست‌های عالی دولتی نمیتونه بگیره. اونا با چالش زیادی از جمله خشونت‌های خونگی با شوهراشون، ازدواج اجباری، جنایات ناموسی و تجاوز روبرو هستن که تقریباً برای هیچ کدوم از اینها قانونی برای دفاع از زن و یا محاکمه مرد وجود نداره. هفتم سوریه. سوریه هفتمین کشور بد برای زنها به حساب میاد. جنگ داخلی سوریه تقریباً 10 دهه طول کشید که این به بدتر شدن اوضاع زنها کمک کرد. در حال حاضر 6 میلیون نفر به شدت به کمک‌های غذایی احتیاج دارند که 74% این افراد رو زنها تشکیل میدن. تا سال 2020 قتل‌های ناموسی جرم محسوب نمی‌شد. همینم باعث شده بود که مردها به بدترین شکل ممکن با زناشون برخورد کنن. طبق آمار یکی از دانشگاه‌های آمریکا، تعداد خشونت‌های جنسی در سوریه خیلی زیاده، به طوری که 25% از زنان سوریه اعلام کردند که خشونت رو از شریک جنسیشون تجربه کردن. به امید روزی که در دنیا هیچ برتری جنسیتی وجود نداشته باشه.